جین به انسان داخل می شود و جین به انسان بدن انسان را استفاده می برد، دهان انسان را استفاده می برد، دست و پای انسان را استفاده می برد. این در نزد جمهور علما هست. یعنی حالت های می شود که جین مس جین میگویند یا صرع هم میگویند، صرع با عربی وجود دارد که در نزد جمهور علما، یعنی خیلی کم هستند، یک دو عالم هستند که میگن این کار رو نمیتواند، اما جمهور علما بر این اتفاق هستند و دربارش حدیث هم است که کمی بعد میخوانیم و حتی آیت سوره بقره رو هم دلیل میگیرن یتخبط شیطان من المس رو. یعنی در نزد جمهور علما چی است؟ جین به انسان داخل شده میتواند. و برای چی داخل میشود؟ بعضا از روی جینیگیش، یعنی از اینکه جین است، و بعضیش تماما چی است؟ مانند انسان های فسادکار فاسق رو میبینید، هیچ کار ندارن، یک نفر رو زده میگذارن، پول یک نفر رو کشیده میگیرن. خصوصا فرما پوش های تاجیکستان بیهوده ایستن، یک ماشین رو میدارند و میگن به من پول بده، بعدن میگذاری یا چیزی دیگر. یعنی همین گونه جین های هم هستند. جین های هم هستند که به یگان سبب به انسان ضرر میرسان. از روی چی؟ از روی اوباش بودنشان و گناهگار و فاسق بودنشان. باز یک گروه دیگر جین ها هستند که آنها عاشق یک زن مسلمان یا یک مرد مسلمان می شوند. یعنی عشق دربارش انشاءالله من به نزدیک صحبت کردنی هستم. چیزی اصلا و اصلا خوب نیست. یک شهوت در قلبت یک باره جوش میزند که حتی عقل رو میپوشد و بعضا انسانگری رو میپوشد و تو به یک نفر اینقدر وابسته میشوی که میگوی فقط هدف من به همان انسان رسیدن است. و عجیبش این است که پس از مدت خاموش میشود، دیگر تو اون انسان رو چگونه که پیشتر میخواستی نمیخواهی، دیگر خیلی که پیشتر میخواستی نمیخواهی. و همین گونه بعضی از جنها عاشق یگان زن یا مرد میشوند. و این چونین بعضا میشود که درباره‌اش ابن تیمیه در مجموع الفتاوی آوردگی هستند، بعضی میشود که به جن بخبر یک مسلمان ضرر میرساند. بخبر، مثلا خصوصا درباره مار گفته گذشته بودیم که بعضی مارهای خانگی جن میشوند، بخبر میکشد یا بالایش آب گرم میریزد یا کاری دیگر کرده به اون ضرر میرساند و او هم بعد از این از پی انتقام و قصاص میشود. از پی چی می شود؟ انتقام و قصاص. پس هدف داخل شدن جن به انسان ها یکی از این سه تا است. یکی از روی اوباشی و از روی فسادکاری که فقط برای اذیت دادن مردم و مسلمان، دویمش از اینکه عشق عاشقی، سومش چی هستند؟ به او بیخبر ناخودآگاه ضرر می رساند و او هم برای انتقام داخل انسان ها می شود.